الکل درد رو کم میکنه ولی درمان نیست. یه لحظه آرامشه ولی پناه جان نیست. مشکلا رو پاک نمیکنه، فقط موقته، مثل بادی که رد میشه ولی باقی نمیمونه. مشهوقتش جسم و سیراب میکنه ولی عشقا نمیتونه بیاره، گم میکنه. بدن نزدیکه ولی دل دوره، یه حس سرد و خسته بدون موره. پول میده فرصت ولی نه برای موندن، مرگ بخره وقت نمیتونه بخره خوندن. دنیا رو میسازی ولی خودت میری، یه روز چشما میکنی ولی دیگه نیستی. هوا برای زنده ها نفسه اما نمیفهمیم، تا وقتی که ازمون بگیرن قدر نمیدونیم. پدر و مادر عمرشونو خرج ما میکنن، ما وقتی میریم سر خاکشون تازه میفهمیم. یکی عمری دنبال بچه‌ست و نمیتونه، یکی بی دلیل هر سال یکی میاد میمونه. زندگی عدلیست ولی درسه، سختی ها معلمه است که ما رو میسازه. زندگی مدرسه است، با امتحان و زمین خوردن. هر شکست یه درسه، یه فرصت برای فهمیدن. و تنها چیزی که نجاتمون میده ایمانه، نوری که از تاریکی میره بالا تا حقیقتو ببینه. ایمان نجات آدم از تباهی، از اعتیاد، از فساد، از بیراهی. زندگی ادامه داره حتی با دردت، تا وقتی باور داری هنوز میشه برگشت.